برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود بر شما بینندگان ما. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه درباره سخنرانی آنلاینی رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری در یکی از معروفترین محافل علمی و کارشناسی امریکا، دانشگاه جورج واشنگتن و قطع شدن برق در این زمان در تاجیکستان صحبت میکنیم. شام دیروز رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری در یکی از معروفترین محافل علمی و کارشناسی ایالات متحده آمریکا، دانشگاه جورج واشنگتن سخنرانی نمود. در این سخنرانی محیدین کبیری نه تنها از حکومت تاجیکستان انتقاد کرد، بلکه اشتباه‌های صادر شده از جانب مخالفین را هم ذکر نمود که سبب اجرا نشدن سازشنامه صلح شدند و در نتیجه در شکل گیری یک حکومت دیکتاتوری و خانوادگی تأثیر داشتند. زمان این سخنرانی اینترنت در سراسر تاجیکستان قطع شد و 8 میلیون اهالی کشور برای بیش از یک ساعت از رابطه با جهان بریده شدند. ما با برنامه امروزه محمود جان فیض رحمان، مسئول روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان را دعوت کردیم تا در این باره با او صحبت کنیم. برادر عزیز محمود جان فیض رحمان، می گفتید که به نظر شما آیا واقعاً قطع برق در تاجیکستان به برآمد رئیس پیمان ملی تاجیکستان بستگی داشت یا تصادفی بود؟ تصادفی بود یا ربطی به سخنرانی محیدین کبیری رهبر پیمان ملی در دانشگاه واشنگتن آمریکا داشت را نمیدانم و این را باید از مسئولین ذی ربط تاجیک پرسید. اما همگان یقین میدانند که قطع اینترنت در تاجیکستان زمانی شروع شد که این محفل در این دانشگاه با نفوذ آمریکایی شروع شد و زمانی اینترنت در تاجیکستان برقرار شد که این مجلس، این محفل آنلاینی به آخر رسید. همان طوری که سالهایی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل تاجیکستان برای چاره‌بینی به مناسبت 40 سالگی تأسیس نهضت آمادگی می گرفت و قرار بود چندین مهمان از خارج کشور به تاجیکستان بیاید، یک باره در فرودگاه های تاجیکستان وسایل و آن ماشین هایی که ویزه الکترونی صادر میکردن بیکار شدن و این باعث شد که نتیجه برعکس داد و برعکس این کار حکومت بر ضرر خود حکومت انجام یافت. همچنین همین قطع اینترنت بر ضرر حکومت و نتیجه برعکس داد. چخیر؟ وقتی که 150 پژوهشگر غربی و دیپلمات و ژورنالیست این و مدافعان حقوق بشر در این برنامه این محفل آنلاینی شرکت میکردند، بعد فهمیدند که در تاجیکستان قطع شده است اینترنت. آنها نیز حیران شدند که نخواد به این حد حکومت تاجیکستان در تعامل با مخالفین به این حد رسیده باشد که به خاطر یک محفل آنلاینی تمام اینترنت را در تاجیکستان قطع کند. محفلی که در آن جناب محیدین کبیری در آن سخنرانی کردند چی محفل است و چقدر تاثیرگذار است و چی منفعت‌های برای مخالفین داشته می‌تواند؟ محفل آنلاینی با تشبث برنامه آسیای مرکزی در سنترال ایژیا پروگرام در دانشگاه معروف جورج واشنگتن آمریکا که یکی از معروفترین و بارزترین مرکزهای پژوهشی و تحقیقاتی در سطح جهان به شمار می رود برگزار شد. همچنین در این محفل آنلاینی بیش از 150 نفر پژوهشگری غربی از جمله آمریکایی، کارمندان کورپوس های دیپلماتی، ژورنالیستان و مدافعان حقوق بشر شرکت کردند. از همه مهم در این محفل آنلاینی
که محیدین کبیری رهبر پیمان ملی به زبان انگلیسی هم سخنرانی کرد و هم به سوال ها جواب داد، خیلی خوب درخشید و با اعتراف پژوهشگران غربی محیدین کبیری قادر بود و توانست که آن پیام های را میخواست به جامعه جهانی برساند از طریق این محفل رساند. ولی از همه مهم متن و محتوای سخنان محیدین کبیری هستند که در متن و محتوای این سخنان معلومات های خیلی مهم برای جامعه شهر، برای جامعه جهانی مطرح گردید و این همزمان این معلومات ها برای حکومت تاجیکستان خیلی نگران کننده و ناراحت کننده به شمار می رود. واقعا این یک پیروزی و یک بردی مخالفین تاجیک بود. روز 16 سپتامبر 2020 که 5 سال پیش در همین روز، یعنی 16 اوگوست 2015 حکومت تاجیکستان 10 اعضای ارشد نهضت را بازداشت کرد و بعدتر به سالهای طولانی محکوم به زندان کرد. ولی در همین روز 16 سپتامبر بعد 5 سال واقعا محیدین کبیری توانست که برای مخالفین تاجیک یک برد خوبی را کسب کند. ببینید، رهبر پیمان ملی تاجیکستان بر این تاکید کرد که اصلی ترین سبب فرو رفتن تاجیکستان به باطلاق فساد و فقر و نظام دیکتاتوری اجرا نشدن سازشنامه عمومی صلح بود و اعتراف هم کرد که یکی از سبب‌های اجرا نشدن سازشنامه گذشت‌های مخالفین به خاطر صلح و ثبات بود. خب اگر گذشت‌ها اشتباه بودند، به نظر شما گزینه صحیح کدام بود؟ به نظر شخصی بنده که شاهدی واقعی این روزگار بودم، مخالفین تاجیک خودم از جمله اینها هستم، از روز اول مذاکرات چندان توجه به توازن قدرت نداشت که این باعث شد روز به روز حکومت امان الرحمن تقویت و قوی‌تر بشود و در عوض مخالفین تاجیک روز به روز ضعیفتر شدند. اگر مخالفین تاجیک به ارزش ها و توازن قدرت توجه بیشتر میداد، شاید به این روزی نمی رسیدیم که حالا هم ملت ضربه خورد و هم خودی مخالفین تاجیک همین که انتخابات سال 1999 را که با از تقلب گذشت و صاحب مخالفین تاجیک صاحب 2 کرسی شدند را قبول کرد و بدون یگان مشکلی و همچنین وقتی اعضای ارشد مخالفین بازداشت شدند و به زندان به سالهای طولانی محکوم شدند، آن را طبیعت راه دانست و چندان واکنشی جدی نکرد. سیر نزولی مخالفین تاجیک شدت یافت و نهایت به قربانی تبدیل شد که باید خورده می شد. حالا معلوم شد که امنیت و صلح بدون آزادی در نهایت امنیت صلح را نیز از بین می برد و هیچگاه به شهروندان یک زندگی شرافتمندانه را مهیا نخواهد کرد، بلکه همه چیز را می سوزاند و کشور را به یک بیابانی صحرای بی آب تبدیل می دهد. در رفت صحبت رهبر پیمان ملی تاجیکستان تاکید کردند که غرب تاجیکستان را از پریزم بحران افغانستان می بیند و منطقه تحت نفوذ روسیه و چین می داند و توجهی چندانه به آن ندارد. همچنین تاکید کردند که مخالفان تاجیک انتظاری هایشان از سازمان های بین الملل و کشورهای حامی دموکراسی را به حد مینیمالی رسانده اند و تکیهگاه اساسی خود را تنها مردم می دانند. در همین حال مردم کشور توجهی چندانه به سیاست نشان نمی دهد یا حد اقل از اعتراض به شدت می ترسد.
برای مثال یگانه نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری نتوانست شمار ضروری آوازها را جمع آوری کند. با این حال مبارزه آزادخواهی تاجیکان به نظر شما چقدر دیگر ادامه می کند؟ به نظر من سیر نزولی دموکراتیا و میزان دموکراتیا در منطقه ما بدتر از دیگر مناطق جهان هست. مثلا اگر شما نظر کنید به امریکای لاتینی، اروپا و امریکای شمالی را بگذارید، اما حتی اگر ما و شما به امریکای لاتینی نظر کنیم، در اونجا که خیلی از کشورهای دموکراتی نسبتاً دموکراتی وجود دارند و همچنین در کشورهای جنوب شرق آسیا نیز چنین کشورهای دموکراتی وجود دارد. حتی در افریقا نیز کشورهای نسبتاً دموکراتی وجود دارد، ولی متاسفانه منطقه ما که با آن وضعیت گیوپولیتیکی دارد و اون ابرقدرت هایی که در اینجا هستند، متاسفانه وضعی دموکراتیا، میزان دموکراتیا در ما متاسفانه نسبت به همه مناطق جهان بدتر است. و برای همین است که وقتی میبینیم فرق وجود دارد بین عملکردی کشورهای کفیل دموکراتیا و بین سازمانهای با نفوذی بین المللی، از جمله سازمانهای حقوق بشری. سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی نسبتاً فعالتر هستند، نسبتاً در فکری وضعیت حقوق بشر رشد دموکراتی هستند. اما کشورهای غربی که بیشتر به منافع ملی خود نظر میکنند، بیشتر از نگاه پراگماتیزم عمل میکنند. به طور مثال گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد با صراحت بدون دیپلماتیا گفت که بازداشت 15 زندانی سیاسی تاجیک غیر قانونی هست و باید آنها بدون قید شرط شوند، آزاد شوند. اما مثلا ولی وقتی که ما مسئله رو در قضیه هجوم تروریستی دنگران میبینیم فرق میکند، زیرا اونجا بیشتر حکومت ها هستند، حکومت هایی که شهروندانش در این هجوم تروریستی قربانی شدند، از جمله امریکا، بیشتر با دیپلماتیا رفتار میکند و آنها میدونند که این هجوم رو خیلی که ورسی حکومت میگوید که نهضت انجام داده است قبول ندارن و واضح، ولی اون رو نمیخواهند برای منافع سیاسی خود، منافع ملی خود این رو به حکومت بگویند که حکومت این دروغ است، واقعا نهضت در این هجوم تروریستی هیچ سهمی نداشت. ولی متاسفانه ورسی حکومت رو قبول هم ندارند هرچند، ولی متاسفانه با صراحت نمیگویند که اینجا حکومت دروغ میگوید. یعنی در عموم اگر نگاه کنیم ناامن‌تر شدن منطقه، بخصوص منطقه ما که جزئی سازمان امنیت و همکاری اروپا هست، بر ضرر همین کشورهای دموکراتی بخصوص کشورهای اروپایی هستند. به طور مثال وقتی که شما نگاه میکنیم میزان ورودی مهاجران آسیای مرکزی به اروپا بخصوص تاجیکان بعد سال 2015 به شدت افزود، زیرا اونجا یک سرکوبگری شد، در اونجا حکومت روز به روز دیکتاتوری شده است و این موج مهاجرین روز به روز زیاد می شود و همچنین که ما مثل که گفتیم همجوار هستیم و هر ناامنیتی به ضرر این کشورها خواهد بود. در رفت صحبت یک دیگر از اعتراف‌های رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این بود که گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید در شکل گیری جامعه شهروندی سهم میگذاشت که نگذاشت.
درست؟ یک حزب تا چی حد میتواند در این کار سهم بگیرد و چرا جناب کبیری حالا این کار را یکی از مسئولیت های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میداند؟ یگان حزب یا حرکت نمیتواند جامعه شهروندی را بسازد، زیرا اینکه خودی همین حرکت یا حزب جزئی از جامعه شهروندی هست و همچنین اگر کدام حرکت یا حزب استراتژی داشته باشد، استراتژی نصب کند که گویا جامعه شهروندی میسازد، این به نظر من نه اینکه مثبت است بلکه منفی هست، زیرا این حزب یا حرکت خود را بالاتر از دیگرها میداند. ولی خیلی که رهبر حزب نهضت اسلامی و رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفت، هر یک حزب یا یک حرکت میتواند در تشکل و پیشرفت جامعه شهروندی سهم داشته باشد. ولی من بیشتر فکر میکنم که تقویت و پیشرفت جامعه شهروندی این باید طبیعی و با تدریج باشد. وقتی که فضای آزاد و دموکراتی حکم فرما هست، در اونجا به شکل طبیعی جامعه شهروندی رشد میکند. به نظر من وقتی که اگر مخالفین تاجیک در سالهای گذشته توازن قدرت را رعایت میکردند و فضای آزاد و دموکراتی را در تاجیکستان باعث میشد که فضای دموکراتی و آزاد در تاجیکستان حکم فرما باشد، این خود به خود یک خدمتی خیلی خوبی با جامعه شهروندی بود و جامعه شهروندی روز به روز رشد میکرد. ولی متاسفانه خیلی دیدیم وقتی که مخالفین تاجیک به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 سرکوب شد، بعد اون باز جامعه شهروندی باز بعد اون ضربه خورد و روز به روز ضعیفتر و ناتوانتر می شود که متاسفانه این خیلی برای یک آینده یک کشور خیلی بد است. آقای کبیری گفتند که حکومت کمک های کشورهای حامی دموکراسی و سازمان های بین المللی را که برای تحکیم دموکراسی داده می شوند برای تحکیم قدرت خودش استفاده می کند و باید این مکانیزم بازبینی شود. بازبینی آن باید چگونه باشد و کشورها در چه شکل باید در تحکیم دموکراسی سهم گذارند؟ عقیده شما در این باره چی است؟ مسئله کمک های بشری کشورهای کفیل دموکراسی و سازمان های بین المللی به تاجیکستان یک مسئله پیچیده است و به طور عموم می شود به چند نقطه اشاره کرد. یکی همین که کشورهای دموکراتی در مکانیزم رساندن مبلغ ها در زیر ساختارها جدیتر باشند و شرط های قاطع داشته باشند که اون مبلغ ها و کمک ها طبق برنامه مصرف می شوند و نه به یک گروه و یک به عائله. همچنین کشورهای کفیل دموکراسی در همه گونه تقدیم کمک ها نه تنها به مسائل حقوق بشر تاکید کنند بلکه از حکومت تاجیکستان کارهای مشخصی در مسائل حقوق بشر و رشد دموکراسی انجام بدهند، مثل همین که سازمان ملل نهاد رسمی سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان خواسته است که 15 زندانی تاجیک را بدون قید شرط آزاد کند. در پیش از در تقدیم هر گونه کمک ها چنین چیزها طلب کرده شوند. مبلغ ها و کمک ها که از قوی ترین وسیله هستند که حکومت تاجیکستان را مجبور میکند که عقب نشینی کند، گذشت کند، بخصوص در مسائل مربوط به حقوق بشر و رشد دموکراسی و به همه مگان معلوم است که کشورهای دموکراتی به تاجیکستان کمک های خیلی زیادی میفرستند و همزمان روابط تجارتی قوی دارند و از این میتوان خوب استفاده بود. تماشابینان گرامی، در رفت این صحبت در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا به هر حال محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
یک سخنرانی ابیکتیوی داشت. بسیار از کمبودی های خود مخالفین هم حرف زد و امید می رود این گونه اقرار شوی ها به کمبودی ها خیلی خوب هستند و می تواند برای برطرف کردن کمبودی ها کمک کند و امید می بریم که همین گونه صحبت ها زیاد شود و همین گونه نگریستن به کمبودی ها و اقرار شدن به کمبودی ها زیاد می شود و همین کار را هم چنانه که محیدین کبیری در ضمن سخنرانیش به طور ابیکتیوی سخن کرد و از کمبودی های مخالفین گفت، حکومت امروزی تاجیکستان این عمل را یاد می گیرد، می آموزد و به کمبودی های خود می نگرد. وقتی که چشمی کمبودی نگر پیدا کرده می تواند و حکومت تاجیکستان به کمبودی های خود اقرار می شود، این پایدیواری پیشروی خواهد بود. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب های پایگاهی اطلاعاتی پیام نقطه net، برنامه های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه های رادیویی پیام گذاشته می شوند. کسانی که این برنامه ما را از شبکه ماهواره تی پلوس تماشا می کنید، لطفاً نظرهایتان را توسط پیام فرستک های تلگرام، ایمو، واتساپ و وایبر به رقم 49 15 16 46 15 247 فرستید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با آگاهی مردم شریف تاجیکستان با برابر فرارسی 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان، شبکه نوین ماهواره‌ای تی پلوس به کار آغاز می کند. برنامه ها با زبان های تاجیکی و روسی پخش خواهند شد. شما می توانید آن را از ماهواره ایتلسات 7B در موقعیت 7 درجه شرقی بر روی بسامد 11262 گیگاهرتز، سرعت نشانی 27500، قطبش افقی FEC 5.6 تماشا کنید. ماهواره ایتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، بسامد 11262، سرعت نشانی 27500، قطبش FEC 5.6.